الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 35 از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین است که مؤلفش الرازیان هستند. ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 هجری و ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری. بارک الله فیکم. موضوع امروزه که امروز شیخ ذکر میکنند این است که تکفیر کرده نمی شود هیچ کسی که از اهل قبله باشد به سبب گناه، یعنی به سبب گناه یگان نفر از مسلمان تکفیر کرده نمی شود تا زمانی که همین گناه را حلال نشمارد. لا یکفر احد من اهل القبله بذنب، کافر نمی شود یگان نفر از اهل قبله به گناه ما لم یستحله، تا همون زمانی که همین گناه را حلال نشمارد. این موضوع بیناد نازک است و در این موضوع مذهب خوارج وجود دارد و مذهب مرجئه و مذهب اهل سنت وجود دارد که همین باب را خوارج ها خطا فهمیدند و همین باب را مرجئه ها خطا فهمیدند. در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین آمده است که میگویند ولا نكفر اهل القبله بذنوبهم، یعنی همه علمای سلف اجماع کردند و این عقیده همه علمای سلف است که میگفتند یگان نفر از اهل قبله را، یک مسلمان را، به سبب یک گناهش تکفیر نمی کنیم. اما این سخن را ما باید فهمیم که اهل قبله کیست. چرا سلف این امت گفتند که اهل قبله را تکفیر نمی کنیم؟ عباره اهل قبله اینجا بیهوده ذکر نشده است. معناش همین است که کسی که کفر اکبر را انجام نداد، کسی که شرک اکبر را انجام نداد، به سبب دیگر گناه‌های کبیره بمانند غیبت، مسخره، تهمت همدیگر یا مسخره همدیگر، مسخره دین نبو، مسخره الله و رسول نبو، مسخره همدیگر در بعضی از صفتها، یا که زنا، شراب نوشی، یا که دزدی، یا که دشنام، اینها گناه‌های کبیره و دیگر گناه‌ها. به سبب این گناه‌ها یگان نفر از اهل قبله را، اهل قبله مسلمانی که اسلامش ثابت است و از او کفر و شرک دیده نشده است، این انسان را تکفیر نمی کنیم. مذهب اهل سنت را درباره تکفیر خوب حفظ بکنید. مذهب سلف این امت را درباره تکفیر خوب حفظ بکنید که امروز مرجئه های خوبسا برآمدند اهل سنت را خوارج و تکفیری میگویند. چخیلی که احمد ابن حنبل را، چخیلی که ابن تیمیه را، ابن القیم الجوزی را و چخیلی که بارک الله فیکم محمد ابن عبدالوهاب را و امروز شاگردان محمد ابن عبدالوهاب را و ما را خوارج میگن به خاطر مذهب اهل سنت بدن. اینها مرجع غلات هستند و خوارج ها میبرند مذهب اهل سنت را شما مرجع مشرکت میگن و همه مشکلشون در همین باب است. سلف این امت اجماع کردند که کسی که اسلامش ثابت است، کسی که شرک اکبر نکرده است و کسی که کفر اکبر نکرده است، این انسان را به سبب گناهش بی ذنوب را غیر از شرک اکبر و کفر اکبر سلف استفاده می بردند. عباره که در سلف صالح کلمه ذنوب آمد، دانید که ذنوب این عباره به غیر کفر اکبر و شرک اکبر استفاده می شود. ذنوب یعنی گناه های کبیره یا بعضی از بدعت هایی که غیر مکفره هست یا دیگر گناه ها که کفر اکبر و شرک اکبر نیست. در این نمود هیچ کسی را نباید ما تکفیر بکنیم. مراد از اهل قبله، مقصد اینجا
اهل قبله کیست؟ کسانی که نماز میخوانند، کسانی که رویشون را به سوی قبله روبرو میکنند و یگانه الله را عبادت میکنند و با همراهی قبله یگان قبله دیگر ندارند. به مانند رافضه ها هم رویشون را به سوی کعبه میگردانند، یعنی به سوی کعبه روبرو میشوند، و هم این چنین به سوی کربلا، یعنی دو قبله دارند. و این چنین مشرکین را اهل قبله گفته نمی شود، زیرا که اینها دو قبله دارند. قبله اینها قبر است و قبله اینها کعبه است. اما اهل قبله ای که اینها را تکفیر کرده نمی شود موحدینه که قبلهشون یکتاست، کعبه است و یگانه از الله دعا میکنند و به غیر الله به دیگر جای سر به دعا یا به سجده و به عبادت نمیزنند. اهل قبله پیروان حقیقی محمد صلی الله علیه وسلم هستند. البته مردم در قبلهشون به همدیگر ببینید به همدیگر اختلاف داشتند. کفار قریش، همون قریشی هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند، اونها را مشرک گفتند، اونها را مرتد گفتند، اونها را بگویم مرتد نه مشرک گفتند، بله مشرک گفتند. لیکن از بعض سخنهای علما این است که همه کفار مرتد است، برای که اصلی این دنیا یعنی توحید است میگن، یعنی کفار اصلی و غیره. بالعموم مشرکین رو مشرک گفتند، قتل کردن ابو جهل و غیره رو. لیکن همین کفار قریشی که پیامبر با اونها می جنگیدند به کجا روی می آوردند؟ قبلهشون کجا بود؟ قبله مشرکین قریش قبلهشون سبحان الله بیت الحرام بود، یعنی همین کعبه بود. ما نمیگیم که به اهل قبله قریشی ها هم داخل می شوند، نه، قریشی ها هم قبله اشون کعبه بود، اما به اهل قبله اونها داخل نمی شوند، چرا که اونها مشرکین بودند. امروزه مشرکین هم که مثل مشرکین قریش هستند، قبر پرست هستند، اگرچه قبله ما هست کعبه رو بگویند، هم اینها مثل مشرکین هستند. بارک الله فیکم. خوب به این مسئله دقت بدید. مثلا یهود قبلهشون بیت المقدس بود، سامریه قبلهشون کوه است، یک کوهی که جبل الطور گفته می شود. این کوهی که الله سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام در این کوه صحبت کرده بود. همون کوه طور را قبله خود گرفتن سامری ها. یا که نصرانی ها قبلهشون چی است؟ صلیب است. صلیب به کجا زده نشده باشد همون طرف نگاه میکنند و عبادت شروع میکنند. قبله نصرانی ها صلیب است. قبله مجوسی ها آتش پرست ها آتش است. در کجا آتش نباشد همونجا قبلهشون است. البته قبله امت اسلام معروف است. امت اسلام در اول قبلهشون بیت المقدس بود، چخیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در اول امرشون که در مکه بودند، بگویم اول که نماز فرض شد به سوی کعبه نماز میخوندند، بگویم به سوی بیت المقدس نماز میخوندند. و بعد از این از الله سبحانه و تعالی پیامبر طلب میکنند که ای الله، من میخواهم که دوست دارم که قبله ما کعبه باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 144 بیان کرد و گفت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. محل شاهد امین است اینجاست که فولی وجهک شطر المسجد الحرام، رویت را به سوی مسجد الحرام گردان. پیامبر وقتی که به مدینه آمدند در مسجد قبلتین بودند. امروز یعنی قبلتین دو قبله ها امروز وجود دارد در مدینه منوره. پیامبر به طرف شام، به طرف مسجد الاقصی نگاه میکردند و نماز میخوندند که آیت به واسطه جبرائیل به پیامبر نازل شد. پیامبر را الله امر کرد که رویت را به سوی مسجد حرام کعبه گردان، یعنی قبلت را عوض کردیم ما. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. ای مسلمان ها شما در کجای نباشید قبله شما کجا است؟ کعبه هست. به سوی کعبه رویتون را گردانید. بارک الله فیکم. از همین جهت مسلمان ها در مسئله قبله
دو مرحله داشتند. قبله اولشان بیت المقدس است، بیت المقدس، امروز در فلسطین یهود غاصبین لعنت الله علیهم غصب کرده است. انشالله روزی از روزها اسلام می آید و اونها را نابود می کند. مسلمان ها می روند، خیلی حدیث است، حتی درخت ها صحبت می کند، حتی سنگ ها صحبت می کند. درخت می گوید که ای مسلمان در پشت من یک یهودی است، بیا بکش. سنگ می گوید که در پشت من یهود است، بیا بکش. بجز یک درخت که نامش را غرقد می گویند، یک درخت نمی گوید، در پشتش یهود را پنهان می کند. که امروز یهود هم درخت را بسیار دوست دارند و احترام میکنند. بالعموم این قبله اول اسلام است. قبله دوم و اساسی قبله این کعبه است که امروز حج را در نزد این قبله ما انجام میدیم. بارک الله فیکم. پس امروز از مشرکین عرب در جزیره عرب الحمدلله که کسی وجود ندارد که در نزد خانه الله شرک را انجام بدهد. در نزد کعبه همه کسانی که امروز کعبه را می روند و طواف میکنند، در نزد کعبه الله را عبادت میکنند، اینها کی هستند؟ امتی محمد صلی الله علیه و سلم است. از همین جهت رازیین گفتند که ولا نکفر اهل القبلة بذنوبهم، ما مسلمان هایی که شرک را انجام ندادند، شرک اکبر را، کفر اکبر را انجام ندادند، اهل قبله هستند، به گناهشان به سبب گناهی کبیره یا بعضی از گناه ها اونها را تکفیر کرده از ملت اسلام بیرون نمیکنیم. و این سخنشان را گرفتند از حدیثی که امام بخاری روایت کردند که در صحیح امام بخاری ذکر شده است. بارک الله فیکم. از حدیث انس بن مالک آمده است، حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. اخرجه البخاری. هر کسی که نمازی ما رو بخواند، یعنی مثل پیامبر نماز بخواند، مثل صحابگان نماز بخواند و روی بیاورد به قبله ما، قبله ما کجاست؟ به کعبه، و کشته ما را یعنی ذبح کرده ما را، گوشت های ما را بخورد، این مسلمان است. این در ذمه، در حمایت الله و در حمایت امن و امان رسول الله است. و شما این چنین انسان هایی که در ذمه الله هست، اینها را از ذمه الله بیرون نکنید، اینها را تکفیر نکنید. یعنی کسانی که مسلمان هستند، لا اله الا الله را گفتند، رکنش را بجا آوردند، شرط های صحتش را بجا آوردند، درباره لا اله الا الله محمد رسول الله علم دارند، کفر بالطاغوت دارند، شرک اکبر کفر اکبر ندارند، نماز میخوانند و به سوی قبله روی می آورند، یعنی بغیر قبله با جای دیگر عبادت نمیکنند، اینها مسلمان هستند و اینها را به سبب گناهی کبیره تکفیر نکنید. در دوام همین حدیث، در شرح همین کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین، عبدالعزیز طريفي میگد که و انما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد زوال الشرك وارتفاعه فلم يبقى ما يستقبل القبلة الا مسلم. این سخن را پیامبر کی گفتند؟ هر کسی که نماز ما را خواند، هر کسی که قبله ما را قبله بداند، بعد از نابود شدن شرک، برطرف شدن شرک گفتند. یعنی وقتی که دیدند که در امتشان شرک نیست، گفتند که هر کسی که مثل امت من باشد، شرکش نباشد و به سوی قبله روی بیاورد و نماز خواند، این مسلمان است. از همین حدیث هم فهمیده می شود که کسی که شرک بکند مشرک است و کسی که کفر اکبر بکند کافر است و کسی که نماز نمی خواند از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست. ابو داود روایت میکند از حدیث انس که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من اصل الایمان الكف عمن قال لا اله الا الله
لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل. البته حدیث ضعیف است. بعض از مرجئه من حدیث ضعیف حجت میگیرند و بالعموم تکفیر انکار میکنند. یعنی معنای حدیث همین است که اصل ایمان این دست کشیدن، آزاد گذاشتن کسی که لا اله الا الله میگوید و تکفیر نکردن کسی که گناه میکند و از اسلام نبرآوردنش به سبب عملی. اولا این حدیث ضعیف است. اگر حدیث صحیح باشد هم این به اول اسلام دلالت میکند. در اول اسلام پیامبر صلی الله علیه و آله 10 سال فقط به سوی توحید لا اله الا الله دعوت میکردند. ترک عمل نبود، نماز خواندن نبود، روزه داشتن نبود، حجاب بستن نبود، حج کردن نبود، هیچ چیزی نبود. 10 سال فقط مسلمانان چیکار میکردند؟ الله یگانه است، عبادت کردن غیر الله شرک است، کسی که کفر به طاغوت ندارد مشرک است. انا همچنین چیز بود. کفر به طاغوت، براءت از کفار و مشرکین و اثبات کردن الله، عبادت کردن یگانه الله، دانستن و اعتقاد کردن یگانگی الله. انا همین بود 10 سال اول. بارک الله فیکم. بله، کسی که امروز لا اله الا الله میگوید، با بالای لا اله الا الله علم دارد و معنای لا اله الا الله را فهمید و اجرا کرد، رکن لا اله الا الله را، یعنی لا اله الا الله چند رکن دارد؟ 2 رکن دارد: نفی و اثبات، کفر به طاغوت، براءت از کفار و مشرکین، تکفیر مشرکین و اثبات الله. علم و دیگر شرط های صحت لا اله الا الله را از 7 شرطش به جا آورد: علم، یقین، صدق، محبت، اخلاص، قبول، انقیاد. این مسلمان است. اگر نماز خواند، در بین مسلمان ها باشد، اگر نماز خواند مسلمان است. ما به سبب یگان گناهش وی را تکفیر نمیکنیم یا به سبب گمانمون وی را تکفیر نمیکنیم. من گمان میکنم که این آدم شرک کرد. نه، گمان کتی تکفیر نکن برادرم. یقین دیدی که تکفیر یعنی شرک اکبر را کرد، تکفیر میکنیم. ذنب چیست؟ ذنب گفته در عباره و اصطلاح سلف همون گناهایی را میگفتند که غیر شرک اکبر و کفر اکبر باشد. ذنب یعنی گناهی کبیره و دیگر از گناه ها. یک برادرت به تو دروغ گفت، یک برادرت صفت منافقی را کرد، خیانت کرد، یک کسی دزدی کرد، تکفیرش نکن. شراب نوشید، زنا کرد، تکفیرش نکن اگر موحد باشد. اما وقتی که دیدی که کسی کفر اکبر را و شرک اکبر را انجام میدهد، به تو فرض است و واجب است که باید مشرکش بگویی و تکفیرش بکنی. مرحمت به تو سخنی شاگردی اللالکی، یکی از علمای متقدمین سلفی، بگویم متقدمین اهل سنت و جماعت، امام البربهاری، وفات کننده 329 هجری، یکی از علمای سلف، بعضی از علما میگن سلف، در کتاب شرح السنه که این ابو محمد البربهاری این کتابشون است، صفحه 49 در بعض طبعات صفحهش غیر است، میگن که ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام، یگان نفر خارج نمی شود از اهل قبله از اسلام. یعنی ما یگان نفر را از اهل قبله، یگان نفری مسلمان را از اهل قبله بیرون نمی کنیم. یعنی یک نفری که مسلمان است، نماز میخواند، لا اله الا الله گفته است، از وی شرک و کفر را ندیدیم، به سبب گناهش او را از اهل قبله بیرون کرده، او را کافر مشرک نمیگوییم و حق نداریم تا زمانی که حتی، یعنی یک وقت میشود که به ما فرض است که باید براییم، یک وقت میشود که باید از اسلام براید بعضی انسان ها، حتی تا اما وقتی که یرده آیه من کتاب الله عز وجل او یرد شیئا من آثار رسول صلی الله علیه وسلم. تا همون زمانی که یک بنام مسلمان یا یک مسلمان بیاید و یکی از آیاتهای الله عز وجل را انکار کند، یکی از آثار و از سنت رسول الله که ثابت است انکار بکند، او یذبح لغیر الله، یا که ذبح بکند به غیر الله، به سر قبر رود و یک قشقار را ذبح بکند، او یصلی لغیر الله، یا که نماز خواند به غیر الله. این مثال های شرک اکبر و کفر اکبر است. امام اهل سنت، یکی از علمای متقدمین و سلف، میگویند که و اذا فعل شیئا من ذلك، اگر یکی از این کارها را
یک به نام مسلمان انجام داد، از اهل قبله بود، مسلمان بود، لا اله الا الله گفته بود، مسلمان بود، اما یکی از این کارها را انجام داد. چی را؟ ذبح به غیر الله کرد، سجده به غیر الله، یعنی نماز به غیر الله خواند، آیت رو انکار کرد، سنت رو انکار کرد. وجب علیک ان تخرجه من الاسلام، به تو ای مسلمان واجب است که این انسان را از اسلام بیرون بکنی، یعنی بگویی که کافر است. واجب است به تو. اگر دیده و دانسته مشرک را مشرک نگویی، خودت مشرک میشوی. معنای واجب همین است. واجبات اسلام همین است که اگر از سبب جهل، از سبب شبهه مشرک را مشرک نگویی، عذر داری، به تو حجت رسانیده میشد. بعد از حجت رسیدن باز نگویی تو الله و رسول را تکذیب کردی، خودت مشرک میشی. مشرک را مشرک نگفته مشرک است. بعد از دیده و دانسته کسی که مشرک را مشرک نمیگوید مشرک است، زیرا که اعتقاد کرد که اسلام و شرک در یک جا جمع می شود، حالا که به اجماع این جایز نیست. وجب علیک ان تخرجه من الاسلام، به تو واجب است ای بنده مسلمان که هر کسی را دیدی که این شرک اکبر و کفر اکبر را کرد، از اسلام خارجش بکنی، یعنی بگوی کافر است. و اذا لم یفعل شیئا من ذلك، اگر این مرد از اهل قبله باشد، نمازخوان باشد، لا اله الا الله را گفته، از اهل قبله نمازخوان باشد و یگان از این شرک اکبر و کفر اکبر را انجام ندهد، نداده باشد، در این حالت وقتی که یک آدم را دیدی که نماز میخواند، قبله را کعبه گفته است، از اهل قبله است، کفر اکبر و شرک اکبر را انجام نداد، در این حالت این چی است؟ فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقیقه، این مؤمن است، این را مسلمان میگید، این را مسلمان میگید، این را مؤمن میگید، به اسم مسلمان حکمی، نه به حقیقت. باطن او را الله میداند. انا این است مذهب اهل سنت و الجماعت، یعنی به ظاهر نظر میکنید. پس ما یگان نفر از اهل قبله را به سبب گناه تکفیر نمیکنیم. این بود مذهب سلف صالح از صحابگان و تابعین و اتباعشون، و به همین اعتقادشون قرآن و آیات های قرآن و حدیث را ذکر میکردند. چخلی که روایت است از ابو عبید الطبرانی از ابي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. میگوید که ابو سفیان من مجاورت کردم، یعنی همنشین شدم با جابر بن عبدالله رضی الله عنه، صحابه، در مکه با صحابه 6 ماه همنشین شدم. یک مرد آمد و جابر را پرسید که آیا شما یگان نفر از اهل قبله را کافر میگوید؟ صحابه گفتند که معاذ الله، پناه به الله، ما اهل قبله را چرا کافر بگیم؟ هل تسمونه مشرکا، آیا اهل قبله را مشرک میگوید؟ گفت لا، نه. این روایت البته که صحیح است، در کتاب ایمان لابی عبید صفحه 30 و مسند ابی اعلی ذکر شده است. این روایت را باید به معنای صحیح بفهمید. یعنی اهل قبله کیست؟ کسی که لا اله الا الله گفته به خانه کعبه می رود، نماز می خواند. یک مسلمان ظاهرا می بینید که به خانه کعبه رفته نماز خونده ایستاده است، از او شرک اکبر رو ندیدید، کفر اکبر رو ندیدید. ظاهرا ما این را حکمی مسلمان حکمی میدیم، مسلمان حکمی میدیم. ظاهرش رو میبینیم که از ظاهر یک انسان شرک اکبر رو دیدیم؟ نه. کفر اکبر رو دیدیم؟ نه. ظاهرش رو چی دیدیم؟ نماز به سوی کعبه میخواند، لا اله الا الله گفته نماز میخواند. پس این انسان رو ما مسلمان حکمی میگوییم، نه حقیقی، مسلمان حکمی میگوییم، معامله مسلمانی میکنیم و همین رو ما اهل قبله میدانیم. ما همین رو اهل قبله میدانیم. اهل قبله کیست؟ اهل قبله که ما او را تکفیر نمیکنیم کیست؟ کسی که شرک اکبر کفر اکبر ندارد و نماز میخواند و این را هیچ کسی تکفیر نمیکند. و همین از تقریری اقرار کرده امام های اهل سنت و الجماعت، بمانند مثلا ابو حنیفه، در کتاب عقیدهش نظر بکنید. در کتاب عقیده که ارسال میکند به سوی عثمان بن مسلم بطی،
رساله ابو حنیفه معروف است، رساله ابی حنیفه الى عثمان البتی. به صفحه 37 نظر بکنید. انشالله فیما بعد حالا این رو هم شرح میدن. در اینجا آشکار و واضح ذکر میکند یا که امام مالک، یا که امام سفیان الثوری، احمد ابن حنبل، علی ابن المدینی، بخاری، ابو الحسن الاشعری در کتاب ایبانه، همشون میگویند که کسی که ظاهرش اسلام است، کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفته، نماز میخواند به سوی کعبه، ما این انسان را به سبب گناه کبیره تکفیر نمی کنیم، یا تخمینا تکفیر نمی کنیم، یا جاهل است گفته تکفیر نمی کنیم، تا زمانی که از این شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر نشد. بارک الله فیکم. اما در این باب ببینید بارک الله فیکم، مذهبی خوارج وجود دارد. مذهبی خوارج ها کسانی هستند که اهل قبله را تکفیر می کنند. خوارج های امروزه و خوارج های قدیم اهل قبله را تکفیر می کنند، یعنی مسلمان هایی که لا اله الا الله محمد رسول الله را گفتند، معناش را دانستند، نماز می خوانند، شرک اکبر ندارند، کفر اکبر ندارند، خوارج ها تکفیر می کنند. خوارج ها مسلمان ها را بدون مکفر تکفیر می کنند. به مانند این که خوارج ها میگند امروزه هر کسی که در روی عالم است همه اش کافر است میگند. مسلمان هایی که امروز در اروپا و امریکا و روسیه و تاجیکستان و افغانستان و اینا زندگی میکنند، خوارج ها میگند که همه اش کافر است میگند. اعوذ بالله، اعوذ بالله. یعنی خوارج ها آشکار و واضح مخالف قرآن، مخالف سنت، مخالف اجماع سلف این امت برآمدند. یک انسانی که از اهل قبله است، نماز میخواند، لا اله الا الله را گفته، شرک اکبر کفر اکبر از او ظاهر نیست، او را خوارج ها تکفیر میکنند. و امروز این چنین خوارج ها وجود دارد که شما را من نصیحت میکنم که به این چنین مذهب غلو خوارجی پیوست نشوید، احتیاط بکنید، نشود که شما کمی غلو بکنید و به مذهب خوارج بروید و همه را کافر بگویید. که خوارج ها امروز شخصا خودی مرا هر روز وقتی که بحث و مناظره میکنیم میگویند، به من میگند، نه فقط ما را، محمد ابن عبدالوهاب، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله، دیگر از علما را تکفیر میکنند. اینها خوارج هستند. اما در جانب دیگر در همین باب مرجعه ها وجود دارد. برادران عزیزم، مرجعه ها وجود دارد که امروز خطر مرجعه ها از خوارج ها زیاد است. امروز مرجعه ها همه شما را سرگردان کرده و شما را مرجعه کرده است. امروز تاجیک ها تا دیروز همه مرجعه بودند، کم هستند کسانی که از اهل سنت باشند. برای چی؟ برای اینکه مرجعه ها تقریبا چند صد ساله هاست که امت اسلام را به زوال کشید، به فتنه برد، دروازه کفر و شرک را به همه باز کرد. این مرجعه های خوبسا در این باب میگویند که هر کسی که از اهل قبله باشد به گناه اونها را تکفیر نمیکنیم. سخنی سلف را میگن که هر کسی که لا اله الا الله گوید، نماز خواند، بعد از این قبر را پرستد هم، کفر اکبر را کند هم، حکم به غیر حکم الله کند هم، لشکری طاغوت شود هم، ما اینها را تکفیر نمی کنیم، ما اینها را مسلمان می دانیم. خوارج ها برآمدند و مسلمان ها را کافر گفتند. مرجعه های غلات خوبسا برآمدند و کافرهای و مشرک ها را مسلمان گفتند. کسانی که امروز دنیا را دوست دارند، تجارت را دوست دارند، زن فرزند را دوست دارند، اکثری مردم همین چنین است. مذهب مرجعه برای اونها بهترین است. مذهب مرجعه را دوست دارند. برای چی میدانید؟ برای اینکه مذهب مرجعه این است: پروای ایقا غم نخور، ایقا دین نگو، ریشت را تراش، لباسهای بزیب را پوش،
تجارت کن، ربا کن، شرک میکنی، کفر میکنی، الله بخشنده مهربان است. زنا کن، معیشت کن، کیف و صفا کن، بگرد. بیرو طاغوت میشی، رئیس بشو، امنیت میشی، امنیت بشو. کسی رو میخواهی بکش، دختری کسی رو میخواهی تجاوز بکن. الله رحمان و رحیم است. تو بیچاره علم نداری، تو رو الله میبخشد. انمین است مذهب مرجع خوبسو. و این مذهب به همه معقول است. این مذهب شیطان است. و این مذهب رو گرفتند و ببینید تاجیک‌ها اتئیست شدند. تاجیک‌ها ملحد شدند. تاجیک‌ها دین فراموش کردند و باز خود را مسلمان میگویند. از اهل قبله نیست. بسیاری تاجیک‌ها نماز نمیخواند. از اهل قبله است یا نیست؟ کسی که نماز نمیخواند از اهل قبله نیست، کافر است و مرتد است. لیکن همین کافر خودش را مسلمان میگه. با عالم دارد، 4-5 افغان دارد به خودش، 4-5 از مدخلی ها را دارد. از تاجیک گمراه شده مشرکی ندارد. بارک الله فیک. مرجئه ها نه فقط یک طایفه هستند. مشکل اینجا است که مرجئه ها همه طایفه ها قریب که زیادی از طایفه هایی که امروز است مرجئه هستند. مدخلی مرجئه هست یا که خوارج است یا که اهل سنت است. کدامش است؟ مدخلی مرجئه الغلات خبثا است. مدخلی ها به حاکم های طاغوت دروازه طاغوت را باز میکنند. به لشکران طاغوت کشتن مسلمان های دروازه طاغوت را باز میکنند. مدخلی ها سجده به غیر الله را باک ندارد میگن. حزبی ها آیا اهل سنت است یا که خوارج است یا که مرجع است؟ حزبی ها مرجع الغلات است. هرجا دموکرات است. اشعری ها آیا اهل سنت است یا خوارج است یا مرجع است؟ اشعری ها مرجع است، ماتریدی ها مرجع است، صوفی ها مرجع است. الله المستعان. و امروز یک نمودی بارک الله فیکم مرجئه های خوبسای برآمده است که خود را سلف میگوید. ما میگه سلفی هستیم، ما در مذهب سلف صالح هستیم. میبینید که استادش را بعضا سید قطب میگوید. مذهب سید قطب توبه کردن سید قطب را نمیداند که سید قطب در آخر عمر توبه کرده. استادش قرضاوی هست، قرضاوی مرتد که علما مرتدش گفتند. استادش کدام در و دروازه هست و خودش در یگان نزد علمای اهل سنت تعلیم نگرفته، خود به خود از کجای آمده خودش علامه شده. آیا خود به خود علامه شدن، خود به خود عالم شدن ممکن است؟ ممکن نیست. از کجا میشد؟ از همین جهت بعضی از علما گفتن هر کسی که خودش عالم شد پس عالمش، استادش، شیخش که است؟ شیطان است. من کان شیخه نفسه فشیخه شیطان. هر کسی که شیخش نفس خودش باشد، خودش خود به خود عالم باشد، زور شده باشد، بدون عالم اهل سنت، بدون شاگرد شدن، پس شیخش شیطان است. امروزه ما میبینیم 4-5 نفرانی که بینویت مشهور شده اند در بین مردم، مرجئه ها را مرجئه ها مشهور کردند. این خوبسا مرجئه الغلات هستند که در همین باب عقیده که ما امروز ذکر میکنیم مسلمان اهل قبله را که ما نباید تکفیر بکنیم، اینها باشند. مشرکین رو هم میگن مسلمان است. خوارج آمد و مسلمان را تکفیر کرد. ما در وسط هستیم. ما نباید مسلمانی که نماز میخواند، لا اله الا الله میگوید، زکات میدهد، نمازخوان را وقتی که دیدید این مسلمان است. اگر شرک کفر را از او دیدید این کافر است، این از اهل قبله نیست. انمین را ما باید بفهمیم که این یک از عادی‌ترین مسئله هست که باید همه بداند. انمین است مذهب اهل سنت. در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که نوشتنده است، کتاب این که است یکی از سلف، این یک چند اجماع سلف را نقل کردند، انا همین عقیده را بیان میکنند. بارک الله فیکم. انا اکنون شما در این مسئله حکمت عقیده اهل سنت و الجماعت را ان شاء الله فهمیدید. اینجا من کمی دیگر در همین موضوع صحبت میکنم که یکی از علما میگن که حکمه من تسمیت به اهل القبله. حکمت از نامگذاری شدن اهل قبله چیست؟ چرا سلف این امت در کتابشون گفتن که اهل قبله؟ علما در شرحش میگن که نماز خواندن به سوی قبله، به سوی کعبه یکی از ظاهرترین، آشکارترین علامت اسلام است که یک انسان را دیدید که نماز میخواند، این را مسلمان گفته میشود.
و از کافر فرق گذاشته می شود و کسی را دیدید که نماز نمی خواند کافر است و از مسلمان فرق گذاشته می شود. این یکی از علامت عملی ظاهری انسان است. یک کسی را دیدید که به سوی قبله روی آورده نماز می خواند، این علامت اسلامش است. ما این مسلمان میگیم. وقتی که کفر شرک اکبر کرد این کافر است. در همین جا شیخ میگه که وليس المراد انه صفة لازمة ترفع كل خصال الكفر. به سوی قبله روی آوردن و نماز خواندن معناش این نیست که کسی که نماز خوان است تمام هیچ وقت وی را کافر گفته نمی شود. این مقصد رو ندارد. معنای به سوی قبله روی آوردن و نماز خواندن این نیست که کسی که نماز خواند شرک کند کفر کند هم مسلمان است گفتن نیست. معناش این است که کسی که نماز خواند، کسی که به سوی قبله روی آورد، در اول میگویم که مسلمان است، اما وقتی که دیدیم که شرک و کفر کرد این کافر است. زیرا که پیامبر میدونستند، پیامبر رو ببینید، پیامبر میدونستند که همون کفار قریش به کجا نگاه کرده عبادت میکرد؟ به سوی کعبه، اما کافر گفتند. به سوی کعبه نظر کردن وقتی که مشرک میشوید فایده ندارد. نماز خواندن به سوی کعبه نماز نگاه کرده خواندن وقتی که آدم مشرک میشود فایده ندارد. بارک الله فیکم. پس از همین جهت این مسئله رو ما باید از نظر اهل سنت خوب بفهمیم. مرجئه ها رو نبگیم که مرجئه میگن که سلف صالح گفتن که هر کسی که از اهل قبله است به گناهش تکفیر کرده نمی شود. از این میبرد که شرک اکبر کفر اکبر کند هم تکفیر کرده نمی شود. مدخلی سخنش همین است، حزبی سخنش همین است، 4-5 بنام سلفی که بر دروغ است سخنش همین است. این البته که فهمی باطل است. ما میگیم ذنوب این شرک اکبر نیست. از همین جهت میگن که شیخ ولكن لو ثبت تحقیق ما بعده انه کفر، یعنی اگر بعد از نماز خواندنش رو دیدن ما از وی ببینیم ثابت شود که یک عملی کفری رو میکند این کفر است. فالصلاة وحدها لا ترفع الكفر عمن فعل الكفر. خوب دقت بدهید. اینجا یکی از شیخ‌های اهل سنت و الجماعت در شرح این کتاب میگه که نماز تنها خودش کفر را از انسان به پررگی برداشته نمیتواند زمانی که انسان کفر بکند. یعنی یک آدم نماز خوانم بگوید و بعد از این کفر اکبر و شرک اکبر رو کند، ما نمیگوییم که نه این مسلمان است چرا که این نماز خوان است. فقط به نماز خواندن 100% مسلمان است و کفر شرک کند هم مسلمان است گفتن حق نداریم. بلکه اگر نماز خواند و بعد از این کفر اکبر شرک اکبر کند، استهزاء کند، دشنام الله و رسول را بدهد، یا که ذبح به غیر الله، نظر به غیر الله، سجده به غیر الله، عبادت رو به غیر الله کند، این کفر است. اصل این است، ما قاعده داریم، قاعده رو خوب ببینید. اصل این است که هر کسی که نماز میخواند ما دیدیم کفر شرکش رو ندیدیم، ظاهر این است، اصل این است که مسلمان است. و جاسوسی کردن، گفتگو کردن این انسان از عقبش این طرف و اون طرف گشتن و با دوربین ها این رو دیدن شرط نیست. ولا يجوز تتبع عهد لاثبات کفره. جایز نیست که ما یک کسی رو تتبع کنیم، گفتگو کنیم به خاطر اثبات کردن کفرش. ظاهرش رو میبینیم، نماز خوان به سوی قبله، مسلمان میگیم. حتى يظهر منه ما يثبت به عليه الكفر. تا زمانی که از او ظاهر شود یک چیزی که کافر بودن او را ثابت بکند. اگر نماز خواند مسلمان گفتیم، بعد از این ببینیم که سجده به غیر الله، نماز به غیر الله و توکل به غیر الله، دشنام الله رسول و حکم به غیر الله رسول، اطاعت غیر الله رسول میکرد، پس بعد از این ثابت شد که شرک اکبر کفر اکبر رو کرد، پس مشرک میگیم. چخیلی که در صحیحین ثابت شده است از خالد بن الولید قال في رجل اعترض على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مسل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. در صحیحین آمده است که امام بخاری و مسلم روایت میکنند که خالد ابن الولید یک مردی رو که به رسول الله اعتراض کرد، اعدل فلم یعدل و همچنین سخنها رو گفت، خالد ابن الولید گفتن که ای پیامبر اجازت بدید سرش رو بزنم، گردنش رو ببرم، یعنی مرتد بگویم و سرش رو بزنم. پیامبر گفتن که نه، سرش رو نزن، نبر، نکش، شاید که این نمازخوان باشد.
خالد گفت که رضی الله عنه ای پیامبر چقدر نمازخوان‌های هستند که به زبانشان میگویند اما درونشان کفر است، به درون قلبشان. پیامبر گفتند که اینی لم اومر ان انوق قلوبهم، من از جانب الله امر نشدم که قلب‌های انسان‌ها را کشاده ببینم. از این حدیث ما چی را میفهمیم برادران و خواهران عزیزم؟ من و شما ظاهر انسان را میبینیم. ظاهر انسان اگر نمازخوان و مسلمان باشد و شرک و کفر نداشته باشد مسلمان است، اگر ظاهر انسان شرک و کفر اکبر داشته باشد مشرک است. از همین جهت شیخ عبدالعزیز طرفی میگه که وقد یکفر من یستقبل القبلة بمکفر دل الدلیل علیه فیکفر ولو زعم انه مسلم وذلك ان فاعل المعصیة على نوعین. و در بعض حالت آدمی که به سوی قبله روی می آورد و نماز می خواند تکفیر کرده می شود به سبب یک مکفر، به سبب اینکه نماز می خواند اما با شرک اکبر و کفر اکبر را انجام داده است و اون تکفیر کرده می شود اگرچه او دعوا کند که من مسلمانم. برای چی؟ برای اون که گناه انجام دهنده گناه به دو قسم تقسیم می شود، به دو نمود است. گناه نمود اولش، معصیت به دو نمود است. معصیت یکم لا یکفر العبد بمجرد فعلها. یکم نمود گناه همین گناهی است که آدم این گناه انجام دهد یک بار کافر نمی شود. این به مانند چی؟ به مانند گناه های کبیره. گناه کبیره هم کفر است اما کفری اصغر است. آدم به مجرد انجام دادنش کافر نمی شود تا همان زمانی که حلال نگوید. مثلا به مانند نوشیدن خمر، به مانند قمار، به مانند زنا، به مانند ریبا، به مانند کشتن یک نفس، به مانند همین ها. کسی که عرق را بنوشد حرام بگوید، قمار بازد حرام بداند، زنا را حرام بداند و اگر بکند یا ریبا را حرام بداند و بکند از سبب شهوت یا غیر چیز دیگر، در این حالت میگیم که این گناه کبیره کرد، کافر نیست. اما بیاید و بگوید که عرق حلال است، قمار حلال است، ریبا حلال است، زنا حلال است، بگوید، این آدم مرتد است، کافر است، مشرک است. چرا که حرام کرده الله را حلال کرد. ابن تیمیه در این دو اجماع را نقل میکند. یعنی همون گناهی عادی را هم اگر حلال دانسته کند یا که حلال دانسته نکند هم کافر مرتد است. خوب دقت بدید. الله المستعان. هر گناهی که در قرآن آمده گناه کبیره، این کسی بیاد این گناه نیست این حلال است بگید این مرتد است. از همین جهت شیخ میگه که فالواقع فی هذه المعاصی، به همین گناه کبیره کسی که واقع شود این فعلها مستحلا، اگر همین گناههای حلال دانسته کند یا حلال بداند کفره، کافر است اگرچه نمازخوان باشد. و این فعلها غیر مستحل بل اشتهاء، اما این گناه ها را انجام بدهد و این گناه ها را بارک الله فیکم حلال نداند حرام دانسته کند از سبب اشتها، از سبب شهوت، این آدم را ما چی میگیم؟ مؤمن فاسق است میگیم. عرقخور را چی میگیم؟ مؤمن است، مسلمان است، فاسق است اما کافر نیست. چرا که این عرق را حرام میداند، اما اگر حلال داند کافر است. چرا ما حاکم هایی که به حکم غیر الله حکم میکنن کافر میدونیم؟ برای اینکه اینها حرام الله را حلال میدانند، عرق را حلال گفتند، قانون برآوردند گفتند عرق حلال است. قمار باقی ندارد، زنا باقی ندارد، ریبا باقی ندارد. اینها مرتدند از نظر اهل سنت، نه از نظر مدخلی ها. در دوامش میگن که ان من استحل تلك المعاصی المعلوم تحریمها من الدین بالضروره فانه یکفر بالاتفاق وان لم یفعلها. هر کسی که گناههای کبیره رو، گناهی که انجام دهید کافر نمیشوید، همین گناههای عادی رو که کافر نمیشوید یا کبیره رو که کافر نمیشوید حلال بگوید، این کافر میشود اگرچه خودش انجام ندهد. عرق نخورد و گوید که عرق خوردن باقی ندارد، کافر است. این یک نمود گناه است که آدم رو اگر حلال نگوید، حلال گوید کافر میشد، حلال نگوید و کند کافر نشد. دومین نمود گناه است که انسان رو کافر میکند به مجرد انجام دادن. شیخ میگه که معصیه یکفر العبد بمجرد فعلها، گناهی که به مجرد انجام دادن آدم کافر میشود. به مانند چی؟ کسب بالله، به مانند دشنام دادن الله، به مانند تحقیر کردن الله، به مانند استهزای الله و رسول، دین، آیت ها، ملائکه ها، انبیا، دشنام و استهزا، کتابش، یا که دعا کردن غیر الله تعالی فیما لا یقدر علیه الا الله.
با مانند طلب استغاثه کردن، استعانه و کمک کردن از قبرها، نظر کردن به قبرها، ذبح کردن به قبرها، سجده کردن به بت، یا که قرآن را به یگان موسور بگویم افلاسی قذورات پرتافتن و به مانند این چنین عملها که انسان وقتی که نماز میخواند، روزه میدارد، حج میکند، لیکن این عملها را انجام دهد، کافر است و به شکننده ایمان واقع شد و این گناه از شکننده های ایمان است. به ذاتش یک بار انسان کافر میکند. این از مکفرات است که کسی که انجام بدهد به مجرد انجام دادن کافر میشد. حلال گوید هم کافر میشد، حلال نگوید هم کافر میشد. شرک حرام است اما من شرک میکنم گفت کافر است. این گناه از گناه اولی که نقل کردیم فرق دارد. فهذا النوع لا يشترط لتكفير به الاستحلال. این نوع دوم گناه شرطش حلال گفتن و نگفتن نه، هر کسی که کرد کافر است. چرا در نوع اول گفتیم که حلال گوید کافر میشد؟ چرا که خودی عمل اگر حلال نداند و حرام دانسته کند کافر نیست، گناه کبیره است. اما حلال بگوید حلال دانستن یک گناه این کفر است و صاحبش رو کافر میکند. اما گناه دوم خودش آدم را به مجرد کردنش کافر میکند. از همین جهت مقصد امام الرازیین در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین، ما تکفیر نمیکنیم کسایی رو که از اهل قبله هستند به گناه. کدام گناه رو یعنی ببینید کدام گناه رو ذکر کردن، ظن بگفته کدام گناه رو، یکم نمود گناه رو، یعنی اهل سنت و الجماعت تکفیر نمی کنند مسلمان ها را به سبب گناه کبیره یا به سبب گناه صغیره، اما تکفیر می کنند به همان گناه هایی که از کفر اکبر و شرک اکبر باشد. نمود دومی گناه. بله سلف این امت کفر جماعت های زیادی رو که خودشان اهل قبله می دونستند، جماعت های زیادی که به سوی کعبه نماز می خوندند، اونها را کافر گفتند، به مکفر به عملشون. و مثلا جهم ابن صفوان به سوی کعبه نماز می خوندند، بشر المرسی به سوی کعبه نماز می خوند، جاحظ سمامه به سوی کعبه نماز می خوند، جعد ابن درهم به سوی کعبه نماز می خوند. سلف این امت تکفیرشون کردند. عثمان ابن ابو سعید الدارمی تکفیر میکنن جهمی ها رو، در حالتی که جهمی ها به سوی قبله نماز میخواند. در کتاب الرد علی الجهمیه عثمان ابن سعید الدارمی، ابو سعید الدارمی در کتابشون الرد علی الجهمیه به نهایت خوب بیان کرد. و تا امروز امام های اهل سنت تکفیر میکنن جهمی ها رو و طائفه های زندیقا رو، رافضه ها رو، به سبب اینکه اونها به گناه دومی که از مکفر است آدم کافر میکنند واقع شدند، با وجود اینکه اونها به سوی کعبه نماز میخوانند یا روزه میدارند یا که حج میکنند، خودشون مسلمان گفتند اونها کافر مشرکند. همان وقت ما یک کس رو اهل قبله میگوییم که قرآن و سنت او را مسلمان گفته باشد و قرآن و سنت خون مال او را حرام گفته باشد، اما وقتی که اونها به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شدند و الله رسول اونها را کافر گفت، تکفیر کردن شده. این به اجماع سلف است. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و ان شاء الله به در حلقه های آینده باقی مانده از مسائل رو که در این باب است به شما بیان خواهیم کرد. حیاکم الله بیاکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.